سالم بود دادنم شوهر. منم خاطرشو میخواستم زنه شدم. اون موقع همش 50 سالش بود. نصرت خانم، ژاندارما ریخته بودن تو خونه زندگیمون، رفته بودن دم طویله میخواستن گاوامونو ببرن. ما هم چیزی نداشتیم که. یه 18 تا گاو، 200 تا گوسفند، 3 تا خر و 2 تا قاطر و 50 تا اسب. یه نگاهی هم به خواهرش داشتن. اینم دژبانا رو زده. خوب کاری کرده زده. نمیزد چی کار میکرد؟ میزد نگاهشو میکرد. کلاهی بی غیرتی میذاشت سرش که جلو چشش خواهرشو. بایدم میزد. ناز 60ش که زده. 5 تا بودن. 5 تا شدم زده تارت و پارت کرده. بس که قویه مردم. قربون اون بازوش برم من.